وقتی به لوکزامبورگ سفر میکنین فرق نمیکنه اهل جاذبه های تاریخی باشین یا ورزشی و یا طبیعت. در هر صورت میتونید از فضای مدرنی که در این کشور حاکمه لذت ببرین. لوکزامبورگ کشوری کوچک و زیبا در قلب اروپا است که با فرانسه، بلژیک و آلمان همسایه است و با مساحتی حدود 2600 کیلومتر مربع یکی از کوچکترین کشورهای قاره اروپا، اما با توجه به وضعیت جغرافیایی خاص و ثروت مالی بالا این کشور به یکی از پرسودترین و پیشرفته ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده. همچنین جز 6 کشور بنیانگذار اتحادیه اروپا شناخته میشه و گزینه مناسبی برای اون دسته از افراد که به دنبال اخذ اقامت اروپا هستند. 44% جمعیت این کشور کوچیک رو مهاجران تشکیل میدن. میزان جرم و جنایت در لوکزامبورگ بسیار پایینه و امنیت اجتماعی در سطح بالایی قرار داره. طبق گزارشات اعلام شده در سال 2022 چهارمین پاسپورت قدرتمند دنیا متعلق به لوکزامبورگ و شهروندان این کشور فرصت سفر به 189 کشور مختلف دنیا بدون نیاز به اخذ ویزا رو دارند. جالبه بدونین حدود نیمی از نیروهای کاری که در این کشورن از مهاجرینن. این کشور به دلیل کیفیت بالای زندگی، محیط طبیعی زیبا، شهر کوچک و دنج، امنیت، ثبات سیاسی و اقتصادی مشهوره. در واقع لوکزامبورگ جزو 5 کشور امن جهان به شمار میره. افرادی که به این کشور مهاجرت میکنن میتونن از حداقل 26 روز کاری مرخصی با حقوق و 10 تعطیلات رسمی در سال بهره مند بشن. همچنین اونها میتونن از سیستم‌های بهداشتی و آموزشی عالی و حمل و نقل عمومی رایگان به راحتی استفاده کنند. جمعیت این کشور حدود 600,000 نفره و با توجه به وسعت کوچک این کشور یکی از کشورها با چگالی جمعیت بالا در اروپا. جمعیت این کشور ترکیبی از اقوام و اقلیت‌ها تشکیل شده، اما اغلب اون رو اتباع اهل لوکزامبورگ تشکیل میدن. زبان رسمی این کشور لوکزامبورگیه، اما آلمانی و فرانسوی هم به عنوان زبانهای رسمی و دوم مورد استفاده قرار میگیره. اقتصاد لوکزامبورگ به عنوان یکی از قوی‌ترین اقتصادهای اروپا و جهان شناخته میشه. بر اساس تولید ناخالص داخلی، لوکزامبورگ یکی از کشورهاییه که بیشترین درآمد سرانه در جهان رو داره. این کشور کوچک با محوریت صنعت مالی، بانکداری و خدمات مالی به عنوان یک مرکز مالی و مالیاتی بین المللی معروفه. همچنین لوکزامبورگ یکی از مهمترین مراکز صنایع فولاد، فضای سبز و فناوری اطلاعات در اروپا. یورو از سال 2002 واحد پول این کشور شناخته شده. واردات اصلی در این کشور مواد معدنی، مواد غذایی و فلزاته و غذاهای دریایی از این کشور به کشورهای مختلف صادر میشه. لوکزامبورگ علاوه بر اقتصاد قوی با طبیعت زیبا، شهرهای تاریخی، قلعه‌ها، موزه‌ها و فرهنگ متنوع خودش یک مقصد گردشگری محبوب هم محسوب میشه و خیابون‌های سرسبز و پارک‌های آرومش برای مهاجرت و افرادی که به دنبال استراحت و آرامشن مقصدی بسیار مناسبه. شهرهای کشور لوکزامبورگ هر یک قوانین مخصوص به خودش رو داره. این کشور از امنیت بالایی برخورداره و تونسته برای خانم‌ها و کودکان فضای امنیتی خوبی رو ایجاد کنه. طبق بررسی‌های اخیر، کشور لوکزامبورگ تونسته در خرید و فروش دوربین‌های امنیتی شهری هم سرمایه زیادی رو وارد کنه. این کشور سرویس‌های حمل و نقل خودش رو هم پیشرفته‌تر از قبل کرده. در این کشور ورزش از اهمیت بالایی برخورداره و مردم این کشور ورزش رو بخش مهمی از زندگی خودشون میدونن. مردم لوکزامبورگ بسیار سخت کوشن و احترام هم در این کشور اهمیت زیادی داره.
نزاکت در کلام بخشی از قوانین لوکزامبورگ محسوب میشه، به طوری که بی‌ادبی یه جرم بزرگ در دادگاه‌های این کشوره. مردم سعی میکنن همدیگر رو محترم بشمرن و با صدای بلند در این کشور صحبت نمیکنن. توی لوکزامبورگ هدیه دادن بسیار مهمه، به طوری که استفاده از دسته گل‌های کوچیک بخش مهم در فرهنگ این کشور محسوب میشه. آب و هوای لوکزامبورگ معتدل قاره‌ای، فصل تابستون در اینجا معتدل و خنکه و زمستون‌ها سرد و مرطوبه. لوکزامبورگ با اقتصاد قوی، جمعیت متنوع، آب و هوای معتدل و فرهنگ متنوع، یک کشور جذاب و متفاوت در قلب اروپا است که همچنان به عنوان یک مقصد منحصر به فرد برای مهاجرت و کشف تجربیات جدید شناخته میشه. ممنون که تا انتهای یه ویدیو دیگه با من همراه بودین. کانال منو سابسکرایب داشته باشین، زنگولش رو بزنین، با لایک و کامنت از من حمایت کنین.